چرا منع نمیکنه؟ ینهون عن الفساد که منع بکنه از فساد. فساد چی نمیگه؟ بزرگترین فساد شرک است. شرک شایع است، مردم منع نمیکنه. بزرگترین فساد بعد از شرک قتل و خونریزی است. بزرگترین فساد بعد از اون نعوذ بالله عیاشی و فحاشی است. در کدام سرحد رسیده در وطن ما؟ کسی هست که منع بکنه؟ مردم ها میبینه بچهش میسر که در فساد آغشته است، کسی منع نمیکنه الا قلیلا ممن، لیکن خیلی کم. اما مردمایی که با امرای لوط علیه السلام خانواده‌اش یک چند نفر، با نوح علیه السلام، با صالح علیه السلام، با شعیب علیه السلام، کم مردم ها بودن. دیگه مردم ها فقط فساد شایع بود، هیچ کس منع نمیکرد. واتبع الذین ظلموا، تابعداری کردن و کسانی که شرک اختیار کردن یا ظالم بودن. از کی تابعداری کردن؟ ما از او ساز و برگ زندگی و طریفو که آسودگی داده شده بود فی در روز زندگی. اگر مال و منالشان الله متعال زیاد کرد، تابعداری از او را کردن، در عیش و عشرت مستغرق شدن. و کانوا مجرمین، بودن همیشه گناهگار. جرم از یا میشد. قدرت الله متعال است. جرم از طرف کی میشه؟ کسایی که مست هستند، پول پیسه پیدا بکنه، باز نعوذ بالله شراب و کباب تقاضا دارن، توی میکنن، باز تویشان ببینی که 7 روز در هتل سازنده را بیاره. همون طور است. و ما کان ربک لیهلک القرى، الله متعال هیچ قریه را اهلش هلاک نمی سازه. نیست پروردگاری تو که هلاک بسازه قریه را، یعنی از بین ببره، خراب شوه، اهلش بموره. اهل که بموره خود به خود قریه خراب میشه، دیوالا متر ویران میفته. بظلم، توسط ظلم، یعنی اگر شرک مرتکب شده، الله متعال به واسطه تنها شرک کردن قریه را هلاک نمیکنه. شرک سبب هلاکت قریه نیست. و اهلها مصلحون، در حالی که اهلش اصلاح کننده باشه. اگر اصلاح میکنن الله هلاک نمیکنه، به واسطه شرک هلاک نمیکنه. هلاک که میکنه توسط ظلم میکنه. هلاک که میکنه توسط ازی که مصلح کسی اونجا باقی نمیمانه. اینجا برای ما واضح شد یکی اصلاح خود است، یکی اصلاح دیگر است. اهمیت در برقراری امن، پایدار باقی ماندن مردم از خرابیشان اصلاح است. کافر هم که باشه که اصلاح میکنه، کافرها که به امن است، چرا به امن هستند؟ اصلاح میکنه. کدام قانونی که خود وضع کرده پامندش است، قطعا از اون قانونی خود خلاف نمیکنه، این اصلاح میگن. دزدی نمیکنه، دروغ نمیگن، فریبکاری نمیکنه، هر چیزی خدا، همه چیزش واضح و هویداست. تا وقتی که اسلام موجود است الله تخریب نمیکنه قریه ها را، قطعا. زمانی که اصلاح از بین بره، اون وقت الله متعال باز منطقه را هلاک میساز، از بین میبره. معلوم شد که اصلاح چقدر رو داره. اصلاح وقتی میشه که مردمی باشه، تلاش بکنه، جایی که فساد پیدا میشه در موردش تصمیم بگیره. اما امروز در مورد منع سنت تصمیمات گرفته میشه، شوراها جور میشه. در مورد فساد یک شورا موجود نداره. نه اتفاق علما موجود است، نه اتفاق آجیا، نه اتفاق ریش سفیدا، هیچ کدام شورا نداره. به خاطر منع فساد کدام دیده که یک بلک ریش سفید چپند پوشیده باشه تا پای پارلمان یا تا پای ریاست جمهوری را آمده باشه که ما اینی برنامه‌ای که در تلویزیون نشر میکنه این فیلم ها را قطعا ما نمیخوایم. دیده کدام تجمع کرده؟ لیکن این ریش سفیدا برای منع کردن سنت رسول الله شب بروز کوش هسته. شب بروز گاهی سری امام میاد، گاهی سری نفر میاد که مرد کرده مسجد نمان دیگه، این کارهای خود ایجا نکنه. اگر میای اینجا سم صحیح نماز بخونه، سم صحیح. پیش از خبر داری که این نماز کی میخونه قطعا سم صحیح نیست، غلط است، اینا درست است. اگر نیکی کارهای خود میکنه در خانه خود بخونه، اینجا نبیا. اینی ریش سفیداست. منع فساد قطعا نیست. یک روز تصمیم، همین وکیل گذر داره، شورا داره، ناحیه داره، قسم برشان بده بگو یک روز به خاطر دین کدام مجلس داشتی؟ به خاطر دین، به خاطر عملی کردن برنامه های یهود و نصارا یا فقط خادمین هستند. اتر تلاش داره، تبلیغات میکنه، اتر تبلیغات شروع میکنه که پرسان نکن. اما امر خراب و غلط یزور اینقدر زیبا بری تو جلوه میده که پرسان نکن. الله از او خاطر خراب کرده. خرابی کجا را میگه؟ امیالی خراب است، وطن خراب است، مردم خراب است. ولو شاء ربک، اگر میخواست الله پروردگار لجعل الناس امه واحده. چرا الله متعال قدر
گپ و گداز و اختلاف پیدا شد. کلگی یک مؤمن می بود آرام آرامی. الله متعال میگه بله، اگر الله میخواست بله، الله قدرت داره که کلی مردم جبران با یک دین وادار بسازه، هیچ نوع مخالفت نکنه. لجعل الناس امه واحده، میگردانید مردم یک جماعت، ولا یزالون مختلفین، لیکن مردم همیشه اختلاف کننده. چرا این کار نکرد الله؟ به خاطر که حکمت الله تقاضای از این داشت. باز فرق نمیشد که کی مطیع و فرمان بردار است، کی نافرمان است، کی موحد است، کی مشرک است، کی رای جنت میپیمه، کی رای دوزخ، ثواب به کی داده شوه، عذاب به کی داده شوه، در جنت کی داخل شوه، در دوزخ کی داخل شوه، باز فرق نمیشد. از او خاطر انسان الله اختیار داد. بله، راه ها را برش بیان و وضاحت کرد توسط کتاب خود، پیغمبری خود، توسط الله استعدادایی که برشان داده، امکاناتی که برشان داده، این که پارا کلش واضح کرده. پس این مردم ده اختلاف است. الا من رحم ربک، مگر کسی را که الله متعال رحم کرده، توفیق هدایت برش نصیب کرده، و مردم یقینا برنامه الهی را مشعل زندگی خود جور کرده، مطابق از او روان است، گاهی هم اختلاف نمیکنه، فقط پابند نظام الله متعال است. ولذالک خلقهم، دو معنا، ولذالک برای نمی اختلافی را پیدا کرده، منظور از آفرینش انسان در این دنیا که در حالت اختلاف پیدا شود امی است. چرا که فهمیده شود کدام انسان کدام را تعقیب میکنه. الله خب به کلگی امکانات داده، به کلگی وسایل آماده کرده، کدام را انتخاب میکنه. از امو خاطر مرتب شود ثواب و عذاب، جنت و دوزخ. یک ترجمه. دوم، ولذالک خلقهم، برای اینمی حاصل کردن رحمت کل مردم الله پیدا کرده. الله پیدا کرده کل مردم رحمت الله را حاصل کنه، اما یک تعداد مردم رای حصول رحمت ترک میکنه، رای نعوذ بالله حصول زحمت، حصول عذاب در پیش میگیره. الله از کسی رحمت خود منع نکرده، امکانات حصول به کلگی داده، اما معلوم شود که کی حاصل میکنه. این ترجمه قرآن کریم به کل مردمی قابل است، تنها برای شما نیست. اما کی از کی را حاصل میکنه کی نمیکنه، الله متعال این اختیار براتون گذاشته. و تمت کلمت ربک، تکمیل شده، پوره شده فیصله پروردگاری تو. در کدام مورد؟ لاملأن، که خام پر می سازم، جهنم من الجنت، از جنیات، و الناس، از مردما، اجمعین، از تمامیشان. بله، ما فیصله شده که کلگی را امی جهنم از جن و انس پر می سازم. خب کدام جن و انس؟ همونطور میگیره الله متعال یک دل و جماعت در جهنم میبره؟ نه، خود قرآن کریم تفسیر میکنه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام. همو کسایی که همه استعداد و امکانات الله برش داده اما استفاده درست نکرده، غلط کرده، اونو مردم. اگر جن است اگر انس است، اونو مردم تفکر نکرده، گپ حق نشونیده، رای حق ندیده. و کلا نقص علیک من انباء الرسل، تمامی را بیان میکنم بالای توی پیغمبر علیه السلام است داستانای انبیاء علیهم السلام. ما او داستانا را نثبت به فؤادک، دو فایده که ما تثبیت میکنیم، قوت میدیم به توسط ذکر نمی حالتا و داستانای انبیاء علیهم السلام. فؤادک، قلب تو تقویت پیدا بکنه. چرا؟ تاریخ داستانا حالات قومای سابقه بر تو واضح میسازن. انبیاء علیهم السلام چی برخورد قوم امرایش کرده، چی مصیبت را متحمل شده، آخر انجام قوم دا کجا رسیده. پیغمبر علیه السلام میگه هیچ وقت یأس و ناامیدی نبیه. از داستانهای سابق برات معلوم شد انبیاء علیهم السلام غالب، نجات یافته، قوم هلاک است. یک. دوم، نگو که مصیبت سر ما میآید، پیغمبرای سابقه مصیبت را تیر کرده. نگو که دعوت ما زیاد ادامه پیدا کرد، مردم ایرا نمیپذیره، شاید دم نقصان باشه. نه، در تو نقصان نیسته. انبیاء علیهم السلام سابقه خیلی از تو کده زیاد. نوح علیه السلام 900 سال دعوت داده، به اندازه که مردمی که دعوتی تو را قبول کرده نکرده. اینجاست که قلب انسان شیره میگیره، قوت میگیره. بالکل خب برای پیغمبر و جاءک دیگه فایدش آمده بری تو فی هذه دینمی سوره ها یا دینمی داستانای انبیاء علیهم السلام الحق، آن چیزی که واقعیت داره. واقعیت ها برملا میشه، انکشاف پیدا میکنه، برات واضح میشه که همیشه تاریخ زندگی انسان ها چی رقم است. تاریخ زندگی انسان کدام قسم است؟
بله انبیا علیهم السلام آمده دلسوزی کرده، مردم دعوت به حق داده، مردم دعوت به نیکبختی داده، اما مردم نگرفته. برای تو واقعیت ها منکشف شد. بس اوقات مردم که دعوت میدی کسی نمیپذیره، در برنامه خود انسان شک پیدا میشه که همی غلط نباشه. نه، تاریخ گواسته که این مردم پشت حق نرفته، پشت ناحق رفته. و موعظه و ذکرا، این همی داستانای انبیا علیهم السلام نصیحت هاست. موعظه است، چیزی است که انسان باید منع بکنه از مخالفت دعوت انبیا علیهم السلام، که مخالفت نکنی. چرا؟ اونجا برای ما واضح شد انسان سخنی کسی را میشنوه تحمل دیش بکنه، زودی که درد نکنه، اینطور نگویه که من قبول ندارم، نه، یک کمی تحمل بکن. و ذکر للمؤمنین، نصیحت است، یکی نصیحت است برای مؤمنا. چرا؟ راههای دعوتت، آداب دعوت، ثمره دعوت مکمل منکشف کرد داستانای انبیا علیهم السلام برای ما که چه رقم دعوت کنیم، چه قسم مسیر خود انتخاب بکنیم، از کدام شیوه کار بگیریم، انجام و عاقبت ما در کدام طرف است، کلش نصیحت بود داستانا. پس در قرآن کریم که کدام قسم میایه، این حیثیت یزیر نداره که خواب سرت نبیه، نقل باشه. داستانای انبیا علیهم السلام یگانه عوامل تربیتی برای زندگی انسان است که انسان زندگی خدا به کدام شیوه پیش ببره، چی در راه دعوت، چی در راه عبادت، چی گپاسته، مایوس نشوید. و قل للذین لا یؤمنون، بگو برای کسانی که ایمان نداره، اعملوا علی مکانتکم، عمل کنی، یعنی انجام بدی علی مکانتکم، به مو طریقه هایتان، همین نارواکاریتان ادامه بدی به تمام طاقت و توانیتان. اینطور فکر نکنی که همینطور دائم باقی میمانه، در سرنوشتی از این مبتلا میشه، عاقبت باز معلوم میشه. انا عاملون، ما نمیتور عمل کننده هستیم، نتیجه آخرت انتظار داریم، کاری دعوت ما چی نتیجه میده، مخالفت ما چی نتیجه میده، خود به خود واضح میشه. چرا؟ این گزی میدان است. و انتظروا، شما انتظار بکشی چی؟ نتیجه عمل کردیتانه. این منتظرون، ما انتظار کشیده نیستیم نتیجه دعوت خدا که چی نتیجه برملا میشه، پیش روی ما میآید. این گپ آخر است. آخری آیت امو موضوع است، رد بالای شرک است، شرک در علم، شرک در تصرف و ملکت، شرک در چیست؟ توحید در عبادت. ولله غیب السماوات، خاص در اختیار الله است غیب السماوات، چیزای پنهان آسمان ها، والارض، از زمین، تمام جزئیات و کلیات مصالح ای گپا کلش الله میدانه. کدام برنامه در ظاهر در نظر انسان ناگوار معلوم میشه، نگو کی ناگوار است، چرا که غیب الله میدانه. پشت سر اینمی ناگواری ها، اینمی سختی ها، اینمی شکنجه ها بسیار اسرار نهفته است، رازها نهفته است، تو چه میدانی؟ و الیه یرجع الامر، خاص به سوی الله متعال بازگردانیده میشه تمام فیصله. به اسباب نظر نکنه که این امریکا خیلی زیاد لشکر داره، هیاهوی داره، تمام دنیا را زیر قدرت خود گرفته. نه، فیصله در پیش الله متعال است. روزی فرا برسه که مکمل امریکا دست بکشه، چیغ و فریادش برای که بد کردیم در سری ممالک حمله کردیم، پس خود جمع کنه. این یاد داشته باشه، چرا که فیصله در اختیار الله متعال است، کی غالب و کی مغلوب میشه. پس زمانی که تصرف از الله، بازگشت ایمان به سوی الله، رازا و مصلحتام کلش در الله معلوم است. کی طور است؟ عبادتی کی را بکنیم؟ فعبده، عبادت یک الله را بکن، هیچ کسی دیگر عبادت نکنی. باز و توکل علیه، تمام اموری تبع الله بسپار، شجاعت کو، از هیاهوی دشمنا در حراس نشوی، خوف نکنی که وی اینه و اینطور است، والا نمیشه، دنیا را اینطور کرده، والا حالی یک تعداد مردم آدم مایوس میسازه، نمیسازه، والا نمیشه مقابله قطعی کفار، بخیر کلی دنیا را گرفته، تو به اندازه توانت قیام کو، قدمی تا بالا کو، باز بگذار به الله، توکل کو به الله، باز میبینی که نتیجه چی میشه. و ما ربک بغافل عما تعملون، پروردگار تو بخبر نیست از آن چیزی که شما میکنه، حرکت شما را هم میبینه، حرکت شما را میبینه که شما چی حرکت داری در مقابل حرکت های کفری. دیگه الله حتما نتیجه را سرش مرتب میکنه. الله ما را واقعا عاملین درست در راه دعوت بگردانه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.